جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير البشر و خیر النبیین سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیست در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول برنامه رو با سوالهایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم و انشالله بعد مدتی هم دوباره شماره تماس زیرنویس خواهد شد و لطف کنید که مثل همیشه سوالاتون رو مختصر داشته باشین و از طریق تلفن به صحبتتون ادامه باشین. منتظر نباشین صدا از گیرنده بشنوید چون که صدا دیرتر میاد. جناب مولانا بیننده پرسیدن که زنی که فرزند 6 ماه داشته باشد آیا روزه بگیرد یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. زنی که بچه شیرخواری دارد میگونه ای که این زن اگر روزه بگیرد شیرش کم می شود و شیری برای تغذیه فرزند نداشته باشد و همچنین خانومی که باردار هست و اگر روزه بگیرد به جنینش ضرر و زیانی برسد یا به خودش ضرر و زیانی برسد، هر دوی این موارد جزء بیماری شمرده می شوند و از نظر شرعی عذر حساب می شوند. یعنی این که زنی که باردار هست یا زنی که بچه شیرخوار دارد و بچهش نمیتواند از غذای دیگر استفاده بکند از نظر شرعی معذور هستند و میتوانند که فعلا روزه نگیرند، اما به محض این که این عذرشون مرتفع شد و بعد از ماه مبارک رمضان چند ماهی بعد باید حتما به جایش روزه بگیرند. فدیه دادن براشون جایز نیست، یعنی عذر موقتی هست، صبر بکنند ولو اینکه بعد از 1 سال باشه بعد از 2 سال باشه، اما حتما باید به تعداد روزه هایی که نتوانستند روزه بگیرند باید روزه بگیرند و فدیه دادن درست نیست مگر در صورتی که یک زنی برای همیشه یک بیماری داشته باشه یا مردی بیماریشون مستمر باشه که مانع روزه گرفتن باشه، در اون صورت میتوانند که فدیه بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده برای پرسیدن که اگر کسی که نماز بلد نیست آیا میتواند روزه بگیرد ثواب دارد یا نه؟ از نظر شرعی و بر اساس رتبه فرضیت فرایض اسلام و ارکان اسلامی نماز در درجه اول هست، یعنی اولویت بیشتری را دارد از نماز و هم از نظر وجوبش در دنیا و زمان وجوبش و هم در آخرت از نظر بازخواستی که می شود اولین سوال در مورد نماز هست و هم از نظر عبادتی که عبادت نماز در آسمان فرض شده و اهمیت خاصی رو دارد و حد و مرز میان کفر و ایمان هست، یعنی کسی که صراحتا اومده که کسی نماز نخواند کافر هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرز بین کفر و ایمان را نماز تعیین کردند. و روزه در درجه بعدی هست، یعنی به اندازه‌ای که ما به روزه اهمیت میدهیم باید چندین برابر به نماز اهمیت بدهیم. این که کسی نماز بلد نیست این عذری نیست و جزء واجبات و اوجب واجبات هست که انسان باید
فرایض شرعی را و معلومات و اطلاعاتی رو که در مورد انجام فرایض شرعی هست و به اندازه‌ای که فرایض خودش رو به نحو احسن انجام بده، فرض شرعی و عینی هست که هر فردی باید بره و احکام نماز روزه خودش را یاد بگیرد. ولو اینکه بالفرض یکی نماز نمیخواند یا اینکه نمیتواند نماز بخواند یا نمازش اشکال دارد، باز هم دلیل بر این نمیشود که روزه نگیرد. روزه یک حکم جداگانه هست، باید روزه بگیرد و در کنار آن و قبل از آن هم باید نماز رو یاد بگیرد و نماز هم باید بخواند. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان اگر تماس ها وصله، لطفا تماس بینندگان رو وصل کنید. زمین تماس وصله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، مریم هستم از ایران. یه سوالی داشتم که خیلی مهمه. بفرمایید. یه سلام میگم خدمت استاد قدوس داشتم. خسته نباشید. یه دیستی دارم که در هر ماهی که نزدیک عادت ماهانش میشه، خب اول یه لکه ای داره، بعد این لکه تا یک روز ادامه داره، بعد از این یک روز درست پاکه، بعد تا درست پاک میشه، بعد تا 3 روز دیگه بعد تا 3 روز در پاکی است، بعد از این دوباره لکه داره تا یه روز دیگه، بعد استاد اینجوری تا چند روز ادامه داره، یعنی یه روز پاکه 2 روز لکه داره یا 2 روز پاکه 1 روز لکه داره، بعد تا این که حالت ماهانش کامل میاد. سوالش اینه که در این چند روزی که چند روز لکه داره و چند روز پاکه، تکلیف نماز روزش چیه؟ آیا در اون روزی که 2 روز پاکه و 1 روز لکه داره عادت ماهانه محسوب میشه؟ جزاکم الله خیرا، خیلی ممنون میشم که اینو جواب بدید. خیلی ممنون، خسته نباشید، خداحافظ. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشین، لطفاً صحبت کنید. از طریق تلفن صحبتتون ادامه بدین. بله، یه دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ میگم ما ایرانی مردم همه رواجه، هم خونه ایجار میدیم هم پول رهن میدیم. خونه ایجار میدین و رهن میدین؟ خونه هم ایجار میدیم هم رهن میدیم. از این پولی که رهن میدیم زکات میشه یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله، سوال دیگه هم دارم. ما بعض از برادرای پولایی که دارن دیگه چیزی نمیتونن بخرن، کاسبی کنن، کار کنن، میبرن میذارن بانک ایران هم از قوانین خودش یه چیزی سود درست میده. این حلال و حرام. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بعد سوم پول نقدی که هم داشته باشه، حد نصابش چقدره؟ نقد داشته باشه که زکات درست واجب میشه. یعنی حد نصاب پول نقد چقدره دیگه؟ دست شما در نکنه. جزاک الله. جزاکم الله خیر. خدا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میبخشید سوال داشتم، یک روز قبل تلفن کرده بودم لیکن سوالم امکانم ماند. اگر یک شوهری 2 خانم داشته باشد، آمدنیش هم خوب است، اما زیادتر آمدین خود به خانم کلانش اولادای کلانش میداد و زن خود توجه دارد، یعنی اخراج رو میداد، اما به خاطر اینکه او یک چیز جمع کنه برای آینده خود چیزی نمیداد. آیا زن حق دارد که از جایداد از او بدونی که به شوهرش بگوید چیزی یک اندازه کم مبلغ وردارد برای آینده خود؟ این بدون اجازه؟ زن اگر این کار رو بکنه بدون اجازه، مگر شوهرش گپ زده که ارد کمایی را که میکنم به خاطر زنها میکنم، این مبلغ من حق داری که تو از این خرج کنی. تو میگه اما تو آزاد اجازه نداده که فرزنی پس انداز کنه برای خود یک اندازه. من امیر میخواستم سوال کنم که این زن اگر بکنن گناهکار نمیشود؟ بس سوال من این بود. درست. تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. اسم من فقیر الله از کشور آیلند زنگ میزنم. بفرمایید. یک سوال بسیار مهم. اینجا دوست عزیز، وقتی که ما امروی بعضی مشرکا که رو سر میخوریم، بعضی اینها
سوال بسیار جالب میکنن که اعوذ بالله میگه خدا که خلق کرده. میخواستم از استاد بپرسم که برای ما یک نظر بده. یگان دلایلی ما میگم برایشان، مگه میخوام که بهتر بفهم که چی هست. درست. چی باید بگیم برای یعنی کسانی که سوالو میپرسن نصارا هستن، درسته؟ آره دیگه، کسایی که دین ندارن میان پرسان میکنه که خب خدا رو کی پیدا کرده. چون معمولا عیسی رو میپرستن و چندین خدا رو دارن، این سوال براشون عادیه. یعنی تشکر از شما. ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنید. مثلا ما چی جواب بدیم؟ ما چی به جواب بدیم براشون؟ ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنید. تشکر از شما. سلام بر شما باشه. خدا سلامت باشه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. استاد در مورد ورزش می‌خواستم یه چند تا سوال بپرسم. بفرمایید. سوال اولتون؟ این ورزش رفتن برای کلا این ورزش رفتن گناه داره یا نداره؟ مثلا میروان ضربه میزنن به جوان‌ها و نمیزنن، کلا به بدن آسیب میرسه دیگه تا میخوان یاد بگیرن. درسته یا نه، یا اینکه حرامه؟ حالا یه توضیح بدین. یعنی هر نوع ورزش یا چه ورزشی؟ فرق نمیکنه، مثلا این کاراته و نمیدونم بدنسازی و بوکس و این دو چیزا. درست. سوال دیگه ای دارین؟ دستتون درد نکنه. تشکر از برنامه‌تون. تشکر از شما. سلام براتون. خدا سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، سلام. علیکم السلام و رحمت الله. از طریق تلفن به صحبتتون ادامه بدین. الو. برای دیگه شما حرف صحبت بکنید، چون که صدا از تلویزیون دیرتر میاد. به صحبتتون ادامه بدید لطفاً. الو. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. وسط روز اگه میگن آب بخوری، بعد دوباره روزه باشی، روزه رو قبوله؟ میگن گلوتون یعنی اشتباهی یا به عمدن؟ یعنی نفهمی سهوا یا به عمد آب بخوری؟ ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنم. اگه گلوتون خوش شد آب بخوری، دستتون در نکنه از برنامه‌تون. اینکه شکمم خالی میشه که غذا بخوری. نه، سهوان میگن. سهوا. من سوالم همینه. نه یعنی سهوا یا به عمدن. تشکر از شما. درست. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم از آلمان شما را. در خدمت شما هستم. اینجا از ساعت 2:35 صبح میشه. بعد تا 2:35 صبح باید از وقت ما نماز بخونیم و سحری کنیم. بعد از اون دیگه اجازه نیست. منتها ساعت 4:10 دقیقه هوا روشن میشه. من میخواستم پرسان کنم از نظر شرعی از کدام حدیث صحیح در این باره است. و دومی اگه یک لطفی بکنید درباره خانمایی که کمک ناشکری میکنن، یک چیزی بگین که چون ما در آلمان هستیم الحمدلله اینجا نماز یا میخونیم، کارم حلال میکنیم، منتها متاسفانه فعلا کار ما بسیار کم است، کار شخصی است. کمک خانم میگه که رزق روزی به دست الله است. اگه میره شما بگین که پیدا کم است. درست. اگه میره کمک استاد روشنی پسن که اینجا دیگه خوارام هستن که این پروبلم لایت متاسفانه با برادرها دارن. درست. بارک الله فیک. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. السلام علیکم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. فقط لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون خیلی پایینه. میشنوید؟ نه متاسفانه صدا خیلی پایینه. الان خیلی خوبه اگر همینطور ادامه داشته باشه. دو تا سوال داشتم. می‌خواستم اون که همه وقتی صبح مثلا بعد از آفتاب برآمده تا پیشین طهارت کنی، آیا میشه تایید کن؟ بعدش هم بعد از عصر تا شب وقت شام. یعنی بعد آفتاب درآمد تا ظهر چیکار کنن؟ یعنی تایید وضو مثلا خوانده میشه؟ وضو؟ مثلا سنت. تحیت الوضو. بله. بعد از عصر هم. سوال بعدی؟ بعد از دوم
مسجد اینجا هست زیاد تراویح را تیز میخونه مثلا در سوره مثلا بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم بكم هم فهم لا يرجعون یعنی این را یک میخونن و رکوع میکنن و تیز میرون. درست. زیاد 15 دقیقه الی 20 دقیقه خلاص میشه. آیا این نماز صحیح است؟ درست. سوال واضح است. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر کیان. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خوبین؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. بابا من یه سوال داشتم ببخشید. من بفرمایید. سیادی هم از تهران تماس گرفتم. بفرمایید سوالتون. بابا من دیروز یکی از دوستای خودم علی تشیع روی پروفایلش گذاشتم ما امت حسنیم. بعدش من بهشون گفتم که ما امت حسن نیستیم، ما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این چی جوابشه؟ بعد دیگه سوال دیگه داشتم بعدون در جواب من یه حدیثی رو حدیث ثقلین یه چیزی به این آورد که اینو برو بخون چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینو خودش وصیت کرده. که کتاب الله بطرتی یعنی؟ نمیدونم چون گفت تبرسی ابن موسی چیزش دیگه حدیث این روایت شده دیگه. بعد منم در جوابشون گفتم ببخشید شما چرا نماز ظهر عصر رو با حصر میخونین؟ بعد گفت که اینجوری اونجوری مثال آورد و بعد گفتم شما چرا نماز عشا رو نماز مثلا عشا رو با مغرب میخونین؟ نیست تو سوالا کردم میشه اینم درست بهم روشن کنین خیلی لطف میکنین ان شاء الله. تشکر از شما. قربان دیگه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. ببخشید سوال داشتم می‌خواستم برم آزمایش بگیرم می‌خواستم روزه رو باطل می‌کنه یا نه؟ آزمایش گرفتن. بله روزه داشته که بیاد. سوال دیگه هم دارین؟ یک سوال دیگه هم داشتم می‌خواستم یک از این کاغذا که افطار می‌کنم روز هنوز به زرده می‌خواستم. صداتون داره قطع وصل میشه. خوب متوجه نمیشم. سوال دومتون. ببخشید می‌خواستم از روی کاغذایی که مثلا افطار چون اعلامیه هست افطار روز افطار کنید روز یکم به زرده می‌خواستم ببینم مثلا از روی همین افطار کردن درست یا نه بشیم زردی روز کاملا بی‌رد شما افطار کنن. درست. تشکر از شما. ممنون. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. آیسه ماجدی هستم از تهران. بفرمایید سوالتون. سوال اولم یکی این صداتون داره قطع وصل میشه متاسفانه. الان خوبه؟ الان صحبت بکنیم ببینیم چطوره. درسته الان صدا میاد؟ بله. الو. از طریق تلفن به صحبتتون ادامه بدین چون که صدا از تلویزیون دیر میاد. صحبت بکنین خواهر گرامی. تماشا دارین قطع شد. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من دو تا سوال دارم. سوالتون؟ سوال اولا من دارم قرآن ختم کردم. قرآن میخوانید؟ قرآن ختم کردم قبلا. قرآن رو ختم کردین؟ از این قلم دارم. آره. حالا یادم رفته از این قلم دارم استفاده میکنم. آیا برای من شیء ثواب منفعتی داره یا نه؟ یعنی از قلم برای خوندن قرآن استفاده میکنین؟ یعنی دستگاهی که قرآن میخونه قلمی؟
آره اون قلمی هست که قرآن میخونه، منم دنبال اونم ادامه میدم. انا سؤال بعدم من بعضی وقتا وسواس میشه، مثلا چکار بگم معتقد به بعض چیزهایی نیستم، مثلا مثل خلفاهای، مثلا اون شیخون نمیدونم درویش و اونا هستن، های اونا صحت دارن یا نه؟ یعنی شما به این چیزا اعتقاد دارین، به شیخ و درویش، یا روی این چیزا وسواس دارین؟ جانم؟ یعنی وسواستون در چه چیزیه؟ من مثلا به بعضی از اون یکی میره شیخه، یکی میره درویش، یکی نمیره، چیزی با اون عقیده ندارم، آیا گناهی داره یا نه؟ درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. من سه چیز معتقد هستم، اولا خدا، دوما پیغمبر، سوما قرآن. درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. ممنونم. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق. وصال حق و سوال شرعیتون لطفاً. ببخشید بودم سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. گفتم بچه‌های مالی مسافر افغانستان توی ایران، بعد روزش همشن میگه ما مسافر هستیم کار میکنیم توی ایران. یعنی چون میگن کار میکنیم روزشون رو میخورن؟ بله روزشون هم میخورن، نماز هم نمیخونن. این بعد از ماه مبارک رمضان اصلا روزه هم نمیگیرن. نماز رو قصر میخونن یا یعنی شکسته میخونن یا اصلا نمیخونن؟ نه اصلا نمیخونن، چون میگن مسافر هستیم. سوال دیگه هم دارین؟ بله بفرمایید. گفتم نمازی بیتی باشه، خب نمازی تراویح. بله. اینجا ملایمان داریم، بعد کلا نماز تراویح رو در 20 رکعت در نیم ساعت میخونن. درست، یعنی سریع میخونن. درسته این؟ انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میانبرنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. راه وصال. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه وصالی، بیا سوی خدا هر کس که هستی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی، تو مسکینی به درگاه خداوند، اگر چه صاحب دنیا و مالی، نظر دارد خدا بر قلب انسان، نگیرد دوست هر صاحب جمالی. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه وصالی، بیا سوی خدا هر کس که هستی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی. بیا ای تشنه سوی چشمه دین، اگر تو در پی آب زلالی، بده قربانی از بهر خدایت، اگر خواهان ایمان و کمالی. بیا ای تشنه سوی چشمه دین، اگر تو در پی آب
زلالی. بده قربانی از بهر خدایت اگر خواهان ایمان و کمالی. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه وصالی، بیا سوی خدا هر کس که هستی. اگر تو سائلی یا بی سؤالی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي سلامی دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که خاری وقتی که نزدیک عادت ماهیانش می شود، اول یک 2-3 روزی لکه می آید، بعد از آن دوباره پاک می شود، دوباره لکه می آید و تا اینکه عادت ماهیانه شروع می شود. گفتن تکلیف نماز و روزه در این ایام چیه؟ در مورد عادت ماهیانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دستوری که به زنها دادن این است که زمانی که عادت ماهیانه شروع شد نماز و روزه نگیرند. یعنی در ایام عادت ماهیانه زن معاف هست از نماز به صورت کلی، قضا هم ندارد و در این ایام نباید روزه بگیرد و بعداً قضا بیاورد. و عادت ماهیانه از همون لکه آغاز می شود که در ابتدا زن مشاهده می کند. لازم نیست که در همان ابتدا خونریزی به صورت زیاد باشه. با همان لکه‌ای که در ایام عادت ماهیانه هست، یعنی معمولا خانم‌ها می‌دونند که در این روزهای شروع شدن عادت هست، لکه‌ای که در این روزها ببینند با علائم دیگری که هر فرد جداگانه علائم خاصی برای خودش دارند، دردی یا مسائل دیگری که هست، وقتی که میدونند که این لکه علامت شروع عادت ماهیانه هست، از نظر شرعی عادت ماهیانه در واقع شروع شده و نماز و روزه را باید ترک بکنند. و برای این که عادت ماهیانه عادت حساب بشه و جز ایام حیض باشد، لازم نیست که در طول مدت عادت ماهیانه حتما خونریزی وجود داشته باشه. نه، این لازم نیست. اگر یک روزی پاک بود، یک روز دیگر خونریزی داشت، قول راجح در این زمینه به نظر بنده این است که تمامی این ایام جز عادت ماهیانه شمرده می شوند. مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی رحمت الله علیه در این مورد این است که طهر متخلل، یعنی طهری که در وسط 2 خونریزی هست و در وسط 2 لکه هست، این جز همون ایام در واقع عادت ماهیانه شروع می شود و حکم پاکی رو ندارد. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هم این مورد رو ترجیح دادند. پس بنابراین این یک روزی که در وسط ایام عادت ماهیانه، فرض کنیم یک خانمی عادت ماهیانهش 1 هفته هست، در این هفته یک روزی لکه می بیند، روز بعدش پاک، روز سوم لکه می بیند، روز چهارم فرض کنیم پاک هست، این پاکی که در وسط این لکه های در وسط خونریزی هست، از نظر شرعی این جزء همان عادت
ماهیانه شروع می شود و همان گونه که در ایام خونریزی نماز و روزه درست نیست و جایز نیست برای زن، در ایامی که لکه دارد یا لکه ندارد و پاک هست و روز قبلش یا روز بعدش لکه یا خونریزی داشته، دقیقاً همان حکم عادت ماهیانه را دارد و نماز و روزه در این ایام جایز نیست، مگر در صورتی که این خیلی طولانی باشد، مگر در صورتی که از حد اکثر مدت حیض در مذهب امام شافعی مثلا گفتن اگر که یک کسی لکه ببیند و تا 15 روز هیچی اثری از خونریزی نباشه، یعنی تا 15 روز دیگری در واقع پاک باشه، این همون ایام پاکی حساب میکنن. اما اگر کمتر از این باشه در واقع هم جز همون عادت ماهیانه حساب میشه و معمولا این گونه هست و فکر نکنم که شاید به صورت ندرت خانمی پیدا بشه که در تمام ایام به اصطلاح مطمئن باشه که حتما خونریزی داشته باشه و طبیعتا اینجوری هست، یک روزی لکه خونریزی هست، یک روز دیگر کمتر هست، روز دیگر به صورت کلی قطع میشود و این ایامی که خونریزی قطع هست در وسط ایام عادت ماهیانه جزء عادت ماهیانه شمرده میشه. جزاکم الله خیر. بیننده برای پرسیدن پولی که برای رهن خانه داده می شود آیا زکات دارد؟ پولی که رهن داده می شود این مانند پولی هست که شما اینو امانت گذاشتید. رهن در واقع یک نوع امانتی هست که شما به صاحب خانه دادید و این از نظر شرعی در ملک شما هست، یعنی مال شما هست، هر وقتی که خواسته باشید میتونید اون رو تحویل بگیرید یا در جای دیگر مصرف بکنید، هر لحظه که خانه رو خالی کردید پول به شما باز میگرده، پس بنابراین ملکیتش از نظر شرعی مال شما هست نه مال صاحب خونه. صاحب خونه هیچ گونه اختیاری رو در دخل و تصرف در این پول و استفاده از این پول رو در واقع از نظر شرعی ندارد. این پول بنابراین مال خود مستاجر هست و اگر به اندازه نصاب زکات برسد باید حتما زکاتش رو پرداخت بکنن. این اگر قیمتش معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشد و یک سال کامل بر آن بگذارد از نظر شرعی خود مستاجر باید زکاتش رو پرداخت بکنه. جزاکم الله خیر. پولی که در بانک میذارن و از سود آن استفاده میکنن آیا این پول حلاله یا نه؟ گذاشتن پول در بانک به این نیت که از سودش استفاده بکنند این همان ربایی هست که از نظر شرعی حرام هست. آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه کاملا صراحت دارد. تنها گناهی هست که الله متعال اعلام جنگ کرده با کسی که این گناه رو در واقع انجام بدهد و به هیچ عنوان جایز نیست که انسان پولی رو به این منظور که سودی بر آن بیاید و از سودش استفاده بکند پولی رو در بانک بگذارد. الان بالفرض یک کسی پولی رو به خاطر این که امنیت نیست در جای دیگر امنیت نیست، کسی دیگر نیست که پول رو به اون امانت بده و انسان‌های امین پیدا نمیشون، مجبور شد اینو در بانک بگذارد و از طرف بانک یک جایزه‌ای بهشون براش اومد، یک سودی براش اومد، خودش برای سود اینو نگذاشته بود. وقتی این سود اومد بهتر است که این پول رو نگذارد که بانک از اون استفاده بکند. بانک به اندازه کافی از اون استفاده کرده، این پول رو از بانک بگیرن و در یک جای دیگر مصرف بکند، نه به نیت صدقه و نه به نیت کار خیر بلکه به نیت این که من دوست ندارم که حرام بخورم، ربا بخورم، به خاطر دفع ربا اینو به یک فرد دیگری بدهد که استفاده بکند. از نظر شرعی اشکالی ندارد، یعنی پول را خودش استفاده نکند، به یک فرد دیگر بدهد، نه به نیت صدقه بلکه به نیت خلاص شدن و رهایی از پول ربا. درست. جزاکم الله خیر. حد نصاب پول یعنی برای زکات چقدر است؟ اصل معیارش خود پول چون که وابسته به نقدین هست، یعنی به طلا و نقره هست، همون طلا در اینجا معتبر هست، یعنی معادل با قیمت 85 گرم طلای 24 عیار باشه. اگر به این اندازه بود در اون صورت زکات بر اون تعلق میگیرد و به شرط دیگر این که یک سال بر آن بگذارد و تقریبا فکر کنم حدود شاید 13 یا 14 میلیون باشه، یعنی قیمت 85 گرم طلای 24 عیار. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که شوهری 2 همسر دارد، آیا همسر اول میتواند بدون اجازه شوهر پولهایی را که به عنوان کمک خرجی یا چیز دیگه میدهد پسنداز بکنه؟ از نظر شرعی اون چیزی که عدالت معیار هست و شوهر مکلف است که عدالت رو برقرار بکنه، اولا نفقه هست که به هر نفری نفقهش رو و خرجش رو باید تأمین بکند. منتها هر کسی خرجش و نفقهش به اندازه موقعیت خودش و وضعیت خودش هست. فرض کنیم خانم اول بچه بیشتر دارد و خانم دوم اصلا بچه ندارد، لازم نیست که هر مقداری که برای منزل اولی خرج میکند خرید میکند برای منزل دوم خرج بکند. اون چیزی که از نظر شرعی لازم هست خرجی دادن هست، نفقه در حد متعارف و
میانه اون چیزی که برای یک نفر کافی هست به همسر دومش بدهد، اون مقداری که برای خانم اولش به اضافه بچه‌هاش کافی هست بر شوهر لازم هست که اون مقدار رو برای همسر اولش تعیین بکند. یعنی لازم نیست که هر مقدار و مبلغی رو که در منزل اول خرج کرد باید در منزل دوم خرج بکند به عنوان نفقه، بلکه هر کسی به معیار خودش خرجش بیشتر هست، چون که بچه بیشتر دارد، مهمان بیشتر میرود، این باید اونجا رو پرداخت بکنند. اما خانم دوم فرض کنیم بچه ندارد یا مهمانی پیشون نمیرود، خرجش به اندازه خرج خودش به اندازه خرج یک نفر هست. این در مورد نفقه هست. و از نظر پوشاک باید به اندازه‌ای که نیاز دارند هر کسی رو و متعارف هست باید تامین بکند، و مسکنی که به اندازه هر دو نفر باشه در حد خودشون. خانم اول که بچه زیاد داره خب قطعا با یک خونه‌ای که یکی دو تا اتاق داشته باشه نمیتونه زندگی بکنه، اما برای خانم دوم شاید این مقدار لازم نباشه. یعنی هر کسی رو نفقه‌اش و مسکنش در حد خودش باشه. و مورد دیگری که عدالت لازم هست مبیت هست، یعنی شب گذراندن. همون اندازه که در منزل خانم اول شب گذران، در منزل خانم دوم باید شب بگذارن. مراد از شب گذراندن همبستری نیست. همبستری بحثش یک بحث کاملا جداگانه‌ای هست، یک بحث کاملا جداگانه‌ای هست و بر شوهر در این زمینه اجباری نیست، بلکه خود مبیت هست که شوهر باید در آن منزل به اصطلاح حاضر باشد. یک شب به اندازه‌ای که در نزد خانم اول هست، یک شب یا دو شب، به همون اندازه باید در منزل خانم دوم باشد. و اما این که چیزی رو پسنداز بکند، شوهر مثلا میخواد برای خودش پسنداز بکند، فرض کنیم که صندوقش پیش خانم اولش از برای پول رو برای خودش گذاشته، لازم نیست که حتما یک صندوق دیگر در خانه زن دومش داشته باشه و اونجا پسنداز بکنه. اما سوالی که این خواهرمون داشتن از خرجی که شوهر به خانم دومش میدهد، پولی رو به عنوان مخارج اگر به عنوان خرج داد و زن کمتر از اون مقداری که معمولا خرج میکرده، یک مقداری رو خودش از چیزی رو که مال خودش هست، سهمیه خودش هست، پس انداز کردین، از نظر شرعی اشکال نداره. اما اگر بخواد مالی رو یعنی از شوهر بگیرد یا بدون اجازه از شوهر بردارد، این از نظر شرعی جایز نیست. حتما اگر مالی رو میخواد از مال شوهر بردارد باید در این زمینه اجازه بگیرد. جزاکم الله خیر. برادر از ایرلند پرسیدن که سوالی که از ما میشود این است که خدا را چه کسی خلق کرده؟ در دایره خلقت انسانی و تفکر و عقل انسانی یک دایره مشخص است و یک حد و حدود مشخص است که همه چیز رو انسان از طریق عقل در واقع دریافت نمی کند. غیر از وجود الله متعال مسائل بسیار دیگری هستند که عقل انسان در این زمینه ها واقعا ناکام هست و نمی تواند چیزی رو درک بکند، بلکه عقل رو یک مکملی باید به همراهش باشد که نقل هست. هم عقل و نقل که با هم باشند باز هم در واقع راهگشا خواهد بود و همه مسائل تنها با عقل نمی شود حل نمی شود. و در مورد ذات الله متعال، آن چیزی رو که الله متعال در قرآن برای ما بیان فرمودند در مورد ذات الله متعال، در مورد صفات الله متعال، ما به اون ایمان داریم با توجه به معجز بودن قرآن کریم که معجزه‌ای هست از جانب الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و در مورد این که الله متعال رو چه کسی آفریده، الله متعال مخلوق نیست که آفریننده داشته باشه. این که آفریننده دارد یعنی کسانی که مخلوق هستند، آفریده شده هستند، اینها در واقع نیاز به آفریدگار دارند، اما الله متعال نیازی به آفریدگار نداره و لم یلد و لم یولد هست الله متعال و کسی الله متعال را نیافریده. پس بنابراین این سوال در همون اصلش در واقع اشتباه هست. الله متعال مخلوقی نیست که ما دنبال خالق الله متعال بگردیم. جزاکم الله خیر. ورزش‌هایی که به نوعی انسان به خودش ضرر می‌رسانند مثل کشتی، کاراته، کانفو آیا گناه دارد؟ بعضی از ورزش‌های رزمی که نیاز از در واقع یعنی به عنوان آمادگی دفاعی و آمادگی بدنی هست، از نظر شرعی اشکالی نداره، کاملا جایز هست. ولی اینکه فرض کنیم در حالت تمرین شاید ضربه به بدن انسان وارد بشود و قطعا در زمان صدر اسلام هم این نیزه بازی و شمشیر زنی در واقع بوده و مردم آموزش نظامی می‌دیدند و این از نظر شرعی اشکالی ندارد. و مؤمن قوی و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المؤمن القوی خیر و احب
احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمنی که قوی باشه هم از نظر بنیه بدنی و توانایی‌های بدنی که قطعا میتونه بهتر عبادت بکند، بهتر به درد اسلام و مسلمین بیفتد و هم از نظر ایمانی قوی تر باشد، این نزد الله متعال محبوب تر هست. پس بنابراین فعالیت‌های بدنی و ورزش‌های رزمی از نظر اسلام هیچ گونه در واقع ممانعتی ندارد، بلکه بنابر قواعد کلی در دین اسلام هست رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق هم فرمودند. جزاکم الله خیر. اگر در وسط روز سهوا آب بخوری آیا روزه باطل میشه؟ اگر که به صورت سهوی باشد یا اینکه خطایی صورت بگیرد، در این صورت الله متعال مؤاخذه نمی کند، یعنی نه گناهی مرتکب شده چنین فردی و نه روزش میشکند. سهوا یعنی این که کسی فراموش کرده، از روی فراموشی یادش نبود که روزه بوده، آبی رو خورد، غذایی رو خورد و اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پیرزالی اومد در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهش غذا دادن و بعد از این که غذا رو خورد و سیر شد دوباره گفت یا رسول الله من یادم رفته بود من روزه بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این غذایی بود که الله متعال به تو خورانیده و تو را نوشانیده، پس بنابراین روزه درست است. و در روایت دیگری هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تجاوز عن امتی الخطأ و النسیان، خطا و نسیان را الله متعال معاف کرده. خطا مانند این که مثلا میخواست که مزمزه بکند در هنگام وضو، آبی مثلا فرو رفت، هدفش خوردن نبوده و بدون قصد فرو رفته، اینو الله متعال مؤاخذه نمیکند. اما اگر کسی دیده و دانسته و عمدن چیزی را خورد، ولو اینکه یک به اندازه یک گلو آب باشه یا یک قطره آب باشه، به عنوان به نیت خوردن این را وقتی که میخورد، این از نظر شرعی شکننده روزه هست و باید یک روز دیگر به جای این روز روزه بگیرد. جناب استاد 11 تا سوال است با 7 دقیقه تا 6 دقیقه وقت. بسیار خوب. بله خیر جواب بدید. بیننده بعدی گفتن که در آلمان هستن، ساعت 2:30 صبح می شود نماز سحری میگه میخوریم، باز تا ساعت 4 تا 4 دقیقه هنوز هوا تاریکه. چیکار؟ یعنی سوالشون این هست که یعنی وقت سحری اینا که مشخص شده خیلی زوده، وقت سحری اینا با توجه به طلوع آفتاب هست، نهایت اولش یعنی اول وقت افطار و غروب آفتاب هست و نهایت وقت خوردن و آشامیدن وقتی هست که مطمئن باشید که آفتاب در بام داده و فجر طلوع کرده. تا اون زمان یعنی این برنامه‌های تقریبی هستند. اگر کسی مطمئن است که هنوز بام نداده، فجر ندمیده، میتواند تا لحظه دمیدن فجر بخورد و بیاشامد. خانم‌ها گفتن زیاد ناشکری میکنن به خاطر درآمد کم. دیگه همه باید یعنی شکرگزار باشند، هم مردان باید شاکر زنها باشند، کاری رو که زنها در منزل انجام میدهند از عهده مرد بر نمیاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند به مردان که لا یفرک مؤمن مؤمنه و هیچ مردی از زنش دلگیر نشود به خاطر یک خطایی که انجام داده، یک خصلت نامناسبی که داره. و همچنین زنها هم باید شاکر باشند، یعنی هر چیزی رو که در حد توان مرد هست و زحمت میکشد و کار میکنند، هر چیزی رو که در توانش بوده در سر سفره گذاشته، انسان باید شاکر باشه، هم شاکر الله متعال باشید و هم شاکر شوهرانت. جزاک الله خیر. بعد برآمدن آفتاب آیا اجازه است تهیه وضو خواند و همچنین بعد از نماز بله، نمازهایی که سبب دارند، یعنی نمازی که سبب داره به این معنی که به خاطر وضو گرفتن نماز میخواند، چون که وضو گرفته نماز میخواند، پس بنابراین سبب تحیت الوضو این است که وضو گرفته، سبب تحیت المسجد این است که وارد مسجد شده. نمازهایی که سبب دارد یا نمازهایی که قضا شده در بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب و بعد از عصر تا غروب آفتاب، در این وقتی که ممنوع هست، این هم میتواند که این نمازها را بخواند. نفل مطلق جایز نیست، این نماز بدون سبب جایز نیست، اما تحیت الوضو و تحیت المسجد یا نماز قضا شده خواندنش از نظر شرعی اشکال نداره و درسته. درست. دو نفر از بینندگان عزیز سوالشون این بود، گفتن که مسجدی که نماز میخوانن امام تراویح رو خیلی سریع میخواند، آیا نماز درسته؟ اینو باید مراعات بکنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو که اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرزده نماز میخوند، خیلی سبک و بگونه ای که رکوع و سجودش کامل نبود، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد برو نماز بخوان که تو نماز نخوندی. من میترسم کسانی که این گونه نماز میخوانند 20 رکعت رو در 20 دقیقه یا نیم ساعت میخوانند، رکوع و سجدهشون و اعتدال و طمأنینتشون در نماز کامل نیست،
و میترسم که نماز اینها قبول نباشه، جز کسانی باشند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این افراد میگه که برگرد برو دوباره نماز بخوان که تو نماز نخوندی. از این 20 رکعتی که شتابان میخونی بدون رکوع و سجده، همون 8 رکعت اصلا 4 رکعت اصلا 2 رکعت با طمانینت خاطر و با حضور قلب بخوانید، مطمئنا بهتر از 20 رکعتی هست که در آن ارکان نماز را مراعات نکرده باشید. جزاکم الله خیر. بیانده گفتن که یک شیعی نوشته بود در صفحش که ما امت حسن هستیم، من نوشتم ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. اونم به حدیث ثقلین استدلال کرد. گفت ما امت مسلمان امت وسط هست و میانه هست و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و معیار ما قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در روایات متعددی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مراجعه بکنیم و در حدیث ثقلین هم که ثقل هست ما منکر این نیستیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثقل هستند، اما در روایتی که در این مورد آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه به خوش رفتاری با اهل بیت کردن، نه اتباع از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گرچه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ضمن صحابه هستند و همان گونه که ما احادیث رو از غیر اهل بیت قبول میکنیم، از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول میکنیم و حرف اهل بیت از این جهت برای ما ارزش دارد که حرف اونها حرف رسول الله باشد. اگر همین حرف را صحابی دیگری هم برای ما نقل بکند برای ما کاملا معتبر است. پس بنابراین معیار اصلی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، نه شخص صحابه و نه شخص اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. آزمایش گرفتن در روزه یا با زمان روزه آیا روزه رو باطل میکنه؟ نه، اشکالی نداره و جایز هست. تقویم هایی گفتن که برای افطار مشخص شده است، هنوز هوا روشن است، ما چیکار؟ بله، تقویم هایی که از مراکز علمی تهیه شده معمولا به قدر کافی وقتی رو به عنوان وقت احتیاطی در نظر گرفتن، 2 دقیقه 5 دقیقه مد نظر گرفتن. بیشتر از این لازم نیست که شما بیش از حد احتیاط بکنید. بر همون تقویمی که از یک مرکز اسلامی یا از یک مدرسه دینی به شما رسیده بر همون عمل بکنید و بر عهده شما گناه و مسئولیت دیگری نیست. درست. جزاکم الله خیر. گفتن که بیننده بعدی که قبلا روی قرآن رو ختم می‌کردن، الان با قرآن کلمی قرآن رو ختم می‌کنن. اشکالی نداره که هم یعنی برای تصحیح تلاوت باشه که هم صدای قرآن رو بشنود و هم خودش تلفظ بکند، ان شاءالله که هم ثواب خواندن رو دارد و هم ثواب شنیدن رو. بیننده گفتن که البته گفتن که وسواس دارن ولی فکر کنم کارشون درسته که گفتن معتقد به دنبال شیخ و درویش رفتن نیست. آیا این درسته؟ در این عین واقعیت و حقیقت است. ما در اسلام چیزی رو به عنوان شیخ و درویش و دعانویس و فالگیر و نمیدونم جادوگر این چیزها نداریم و هیچ کسی نباید معتقد به این باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر فرمودن هر کسی که نزد فالگیر یا کاهنی برود و حرف اون رو قبول بکند تا 40 شبان روز نماز اون در واقع قبول نمیشه و در روایت اومده اگر قبول بکند یعنی باور بکند آن چیزی رو فقط برای مما انزل علی محمد، از اون چیزی که بر محمد یعنی دینی که بر محمد نازل شده در واقع خارج می شود و بیزارد. پس بنابراین شیخ و درویش و فالگیری ما در اسلام نداریم و هیچ کسی غیب رو نمیداند و باور کردن حرفهای این افراد شیاد از نظر شرعی گناه و در حد کفر هست. آخرین سوال بیننده گفتن که از افغانستان هستن، در ایران مقیم هستن، گفتن خیلی به خاطر اینکه میگن مسافر هستیم نماز و روزه نمیخوان. نه، کسانی که برای کار رفتن در یک کشور دیگر در یک شهر دیگر مقیم هستند بیشتر از 2 هفته بنابر مذهب امام ابو حنیفه نشستن، این از نظر شرعی مقیم هستند، مسافر حساب نمیشوند، باید روزه بگیرند و نمازشون باید کامل و سر وقت باید بخونند. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك